خب سلام، خوش اومدید به پارت 11 دوره گیتی که در حال ضبطش هستیم. ما مفاهیم خیلی زیادی رو تا اینجا با هم دیدیم. تو انقدر زیاد که البته گیت خیلی بزرگه، ولی ما هم چیزای زیادی رو گفتیم. انقدر زیاد بوده که من به شخص حضور ذهن ندارم دقیق چیا رو گفتم و حتی یادم نمیاد دیروز تو جلسه قبل در مورد چی حرف زدیم، ولی ایرادی نداره، الان یادمون میاد. آم جلسه پیش در مورد کلیدها حرف زدیم. قبل از اونم فکر کنم در مورد موضوع مهمی به عنوان تگ گذاری صحبت کردیم. قبلش هم که حالا مفاهیم برنچ ها رو گفتیم و خیلی مطالب زیادی رو گفتیم تا اینجا. اصل مطالبی که میخواستم بگم تموم شده. یه ذره رفتیم تو مطالب خیلی عمیق ترگید، یه مطالبی که البته عمیق هم نیست. شما یه کاربر حرفه‌ای روزانه بشید، مشغول به کار باشید، قطعا به این موارد بر میخورید، شاید هم نخورید، نمیدونم، بستگی به اون سطح جایی که واسش کار میکنید داره. میخوایم امروز در مورد نکات جالب و روزمره‌ای که گیت امکان داره باهاش توش برخورد کنید من حرف بزنم. جالبه، باحاله، اما به شخص من فکر نمی کنم روزمره باشه. گیت همونطور که تو طول دوره اشاره کردم خیلی مهربونه، به طوری که به شما دائما میخواد کمک کنه با ساجستشن هایی که خودش داره، با کامند هلپی که داره. هلپ برای مثال بلیم رو میزنید، گیت به شما کامل توضیح میده در مورد بلیم. الان میبینید برای من یه داکیومنت باز کرد، کامل به من توضیح داده بلیم رو همراه با دستوراتی که داره و بسیار همالی. این قدرت گیته و اینه که گیتو مهربون میکنه. من بارها میگم گیت مهربونه به خاطر همینه. در ادامه بیاین در مورد بلیم حرف بزنیم. بلیم ترجمهش مثلا میشه که یکی رو سرزنش کنی یا مثلا متهمش کنی. سرزنش کردن، متهم کردن. ما با بلیم چجوری ازش استفاده میکنیم؟ بیاین با هم ببینیم. من اینجا بذارید وی اس کد رو باز کنم روی این پروژه‌ای که داشتیم روی فولدر ترینینگ. مثلا فایل index.html رو شما مد نظر داشته باشید. اینجا 8 تا خطه. مثلا من میخوام اینم خط 4 رو کی نوشته. میزنم git blame index.html داش ال بزرگ خط 4. میزنم گیتو اشتباهی گات نوشتم، بسیار عالی، اصلاحش میکنم و خط 4 رو به من با تمام جزئیات نشون میده. و من فقط تنها فردی بودم که روی این پروژه کامیت میکردم، همشو من انجام دادم و به تفکیک بهم میگه که خط 4 تو توسط عرفان نوشته شده و یه قسمتی از هش استرینگش هم اینجا داره و کامل نشون میده چه تغییراتی روش ایجاد شده. و اگه من چند تا تغییرات مثل این خط ایجاد کرده بودم، تماما برای من نمایش میداد. حالا مثلا میتونم بگم اصلا خطی رو معین نکنم، کلا همش رو بزنم یا بزنم 1 تا 8. بذارید، بله، 1 تا 8 رو بزنم، همه موارد رو نشون میده به تفکیک و اونهایی که اون رو نوشتن. یا مثلا کل خروجیشو بدون خط گذاری ببینم، داش الو پاک میکنیم، همشو نمایش میده. یه داش الو بذارم بگم مثلا 1 تا، همون مثلا 2 تا
5 رو نشون بده. 2 تا 5 رو من نشون میده به تفکیک تغییراتی که داشته و مشخصات این که کی این کارو کرده. مثلا اینجا یه باگ ایجاد شده، من میخوام ببینم تقصیر کیه. میرم با دستور blame توی گیت اون کسی که این باگو ایجاد کرده پیدا میکنم و میرم جریمش میکنم. حالا جریمه هر چیزی میتونه باشه و این کاریه که خیلی مرسومه. یا اگه یه کدی میبینم یه قسمت خیلی باحاله، یه مثلا یکی تابع خیلی خلاقانه نوشته و اون تابع به جوریه که عملکرد سیستم رو بهبود میبخشه، سرعت سیستم رو بهتر میکنه، باز با بلیم میرم پیداش میکنم، این دفعه بهش جایزه میدم. یعنی تنها به خاطر اینکه به کسی جایزه بدی یا حالا درست ترش اینه که جریمش کنیم، این دستور استفاده نمیشه. یه جاهایی جایزه میدیم، یه جاهایی جریمه میکنیم. این متد دستور بلیمه و ما با دستور بلیم میگردیم دنبال مقصر. البته دیدید که دنبال یک فردی هم گشتیم که در به در دنبال این بودیم بهش جایزه بدیم. توی گوگل یه مدت بود یه باگی ایجاد شده بود چند سال پیش که اوتو کرکتی که گوگل داشت به درستی کار نمیکرد. حالا رو تمام محصولاتش هر جایی که از این اوتو کرکت استفاده کرده بودن، به ویژه مثلا همون گوگل داکس روی حالا جی بوردی که روی گوشی های اندرویدی نصب میشه، حتی فکر کنم رو آی او اس هم نصب میشه، نمیدونم امتحان نکردم. و حالا هر جا که از این سرویس استفاده میشه و کارمندان گوگل قطعا گشتن دنبال باگ و یه کار خیلی خوبی هم که میتونستن بکنن این بوده که با بلیم ببینن که وقتی مشکل رو پیدا کردن کی مقصر این بوده و اون فرد رو یا جریمه کنن یا اخراجش کنن. این کاربردیه که بلیم داره. حالا تو همین قضیه‌ای که گوگل اتو کرکتش به مشکل خورده بوده، یه دستور دیگر میخوام معرفی کنم، یه دستوری که احتمالاً ازش استفاده کردن برای پیدا کردن باگشون. شما فکر کنید یه برنامه‌ای دارید که کامپایلش میکنید، اجراش میکنید، صفحه آبی میشه، ولی حالا الان شما مثلا کداتون رو تغییر دادید و صفحه به جای اینکه آبی بشه داره قرمز میشه. شما باید برید و اون باگو پیدا کنید. حالا اگه مثل گوگل پروژهتون بسیار بزرگ باشه به مشکل میخورید. چرا؟ چون پیدا کردن اینکه کجا پروژه سالم بوده، کجا به بعد مشکل خورده خیلی کار سخت‌تری میشه. اما گیت یه دستوری داره به عنوان گیت بایسکت. حالا نمیدونم تلفظ درستش همینه یا نه، اینطوریه که من یاد گرفتم، گیت بایسکت. این هم میتونیم مثلا با همون هلپ ببینیمش. برای تمام دستورات گیت این کمک ما میکنه و خیلی قشنگ و ترتمیز به ما با مثال، میبینید مثال برامون زده، آپشنا رو توضیح داده، ران کردنش رو با آرگومنت هایی که داره گفته چجوری بهش پارامترهای بیشتری بدیم و انواع و حالت های مختلف بایسکت که میبینید که چقدر هم زیاد و مفصل توضیح داده. من خودم به شخص اینقدر مفصل اینو قرار نیست بگم، اگه خیلی علاقه دارید میتونید بخونید. گیت بایسکت اینجوریه که مثل سرچ باینری میمونه. شما بهش یه هدفی میدید، هدفش پیدا کردن اون نقطه‌ایه که بدون باگ بوده باشه و اون نقطه‌ای که ایجاد باگ کرده رو پیدا کنه و این از یه نقطه‌ای شروع میکنه. شما یه نقطه دیگه‌ای رو بهش میدید، مثلا میگید اینجا خوب بوده، این میگه اگه اینجا خوب بوده قبلش هم خوب بوده، پس من میرم بعدش رو چک میکنه، میره وسطش میگه اینجا چطوره. تو مثلا میگی اینجا بده، میگه که خب اگه اینجا بده این بعدش هم بده، میرم قبلش رو پیدا کنم، میرم قبلش وسطش رو پیدا میکنه، میگه اینجا چطوره، میگم اینجا خوبه،
پس میگه اینجا اگه خوبه پس این بعدیه که همون نقطه‌ای بود که من توش بودم بد بود. پس این اولین نقطه‌ایه که باعث ایجاد باگ شده. امیدوارم خوب تونسته باشم مطلب رو انتقال بدم. اگه میتونستم خیلی بصری اینو بهتون بگم خیلی بهتر میشد. شایدم بتونم قلم رو بیارم. این مثلا شما مد نظر بگیرید یه همچی حالتی. پروژه شما الان اینجاست، اینجا حالت بده و بایسکت رو شما شروع کردید به توضیح دادن، یعنی به آغاز به کارش کرد. میگید اینجا بده، میگه اوکی تو برو یه نقطه‌ای رو پیدا کن، اون نقطه رو مثلا بگو خوبه. میگم اوکی من اینجا خوب بوده. میگه اوکی من میام اینجا رو چک میکنم اینجا چطوره. تو مثلا میگی که اینجا هم خوبه. میگه که اوکی پس این قسمت هم تمام خوبه. ما دنبال اون نقطه ایم که نقطه عطفی که باعث ایجاد باگ شده. اینجا هم خوب بوده. پس میگه من میرم وسط اینجا دوباره اینجا رو میپرسم. میگی که اوکی اینجا خوب بوده. میگه اوکی پس اینجا هم همه خوبه. میای اینجا رو پیدا میکنی، میپرسه، میگی تو اینجا بد بود. کامپایلش کردم اجراش کردم اینجا بد بود. میگه اوکی پس من چیکار کنم؟ این وسط رو دوباره چک کنم. این وسط رو چک میکنی، میگه اینجا چطوره؟ میگم اینجا خوبه. میگم اوکی پس این نقطه هم خوبه. حالا بین این دوتا هم دیگه هیچی نیست. پس میگیم اینجا خوب بوده، قبلش هم خوب بوده، بعد از اینجا شروع شده به بد شدن. نقطه بد رو پیدا میکنه، یعنی جایی که باعث ایجاد باگ شده، نقطه عطفی که باعث ایجاد باگ شده. امیدوارم دیگه استاد بصری که گفتم کارگوشا بوده باشه و درکش کرده باشه. گیت بایسکت استارت رو میزنیم، این به عبارتی شروع میکنه و منتظر ما بهش بگیم که کجا بده کجا خوبه. میگم اوکی گیت بایسکت استارتت کردم و حال حاضر کنونی که توش هستم بده. میگم که اوکی، اون میگه اوکی بعدو بهم گفتی حالا بگو کجا خوبه. مثلا میرم گیت لاگ میگیرم، گیت لاگ برای مثال میگم اینجا، میگم که اوکی اینجا رو که هش استرینگش رو کپی کردم گیت بایسکت گود رو بهش گفتم کجاست. من نقطه بعد رو بهش گفتم. خب الان باید گود رو بگم. گود مثلا میگم اینی که من کپی کردم هش استرینگش رو این خوب بوده. میگه که اوکی من یه دونه رفتم چپ این رو تست کن، الان تو رفتی تو این هش استرینگ که دادم من تو رو چک اوت کردم به اون نقطه. اینجا رو بگو چی جوریه. من میگم که اوکی گیت بایسکت، میگم اینجا بده. میگه که باشه من هیچ چیزی هیچ حرکتی به هیچ جایی نداشتم تو همین نقطه‌ای که بودی. بعد از تست این بودی رفتم و هیچ حرکتی نکردم و میگه حالا اینجا رو تست کن. من فکر کنم اینم باید تست کنم، مثلا بگم اینجا بده و اون نقطه‌ای که پیدا کرد و من گفتم بده رو به صورتی برای من شو میکنه، نمایش میده و تغییر رو بهم نشون میده. میگه که تو اینجا این تغییرات رو دادی و اینجا عامل ایجاد باگی بوده رو سیستمت. و این گام با گام با من شروع کرد با سوالاتی که خودم کرد. پرسید نقطه کنونت بده، کجا خوب بوده. بعد منو انتقال داد به نقطه بعدی، گفت اینجا چطور بوده، گفتم اینجا بد بوده. بعد گفتش که اوکی چون خیلی کامیتای خیلی کمی داشتم خیلی هم سریع تموم شد. گفت اوکی اینجا پس نقطه عطفی بوده که واسه ایجاد باگ شده روی سیستم تو. و این کاربرد دستور بایسکت که یه استارت داره یه بد داره یه گود داره با سوال کردن و اینکه هر سری شما رو توی مراحل مختلف میگردونه و باید
تست کنید پروژهتون رو میتونید کشف کنید کجا موجب باگ و ایجاد باگ شده. این جلسه 11 بود. امیدوارم مفید واقع بوده باشه. یک جلسه بیشتر نداریم و دوره گیت به زودی همون خواهد شد. توی جلسه آخر پس میبینمتون.